رو داد. بعد عبیدالله که زنده است، مرحمت عبیدالله بیاد در افیر بگوید که کبیری دروغ میگه. عبیدالله رئیس شهر بود، میری شهر بود. اون وقت هنوز مجلس ملی تأسیس نشده بود. دعوت کرد همه رو، از اون جمله ما رو. ابراهیم عثمان ما رو صدا کرد، گفت که کابینت هم در اومد. ما کابینتمون پهلوی هم بود در کمیسیون اشتی ملی. گفت که عبیدالله شما رو در تلفن سادکای داخلی رقمی سادکات رو ندارد. من رفتم، من اعضای کمیسیون اشتی ملی اوید با مسائل سیاسی بودم. صحبت کردیم، گفت که میتونید کابینت من بیاید یک صحبت کنیم. گفتم مایلش. رفتم اداره کابینت عبیدالله در میری شهر و خب با همین حرفا که خدا یک جوان وطن دوست و ملت دوست و خیلی اینتلیجنت و همین هستی و همه اعضای کمیسیون اشتی ملی از هر دو طرف راضی شدن به خاطر منفعت دولت و ملت. فقط خودت راضی نیستی، چون واقعا من راضی نبودم. من گفتم این خلاف کنستیتوسیون است، این خلاف سازشنامه صلح است. اگر یک نفرم در کمیسیون اشتی ملی زید آواز میداد، این نمیگذشت. امام رحمان دوباره پرزیدنت نمیشد، حتی یک نفر اگر، چون موافقی باید کنسنسوس در اونجا می بود. من که مخالفت کرده بودم مجبور شدن ما رو دعوت کنم. خب گفتم من بله من زید هستم. برای چی این کارو کنیم؟ گفت که به خاطر آن که برای ملت رو دوست می‌داری. بله. وطن امنیت مهم است. بله. همینجا بودن امام رحمان 7 سال دیگر برای وطن و ملت لازم است. بیا به خاطر همین ملت و دولت. شما که منصب پرست نیستید، اگر همین کارو نکنید پس شما معلوم شد که خودتون به خاطر منصب و مقام اینا هست. باور کنید عبیدالله به من یگان مقام منصب پول پیشنهاد نکرد که حاضر بگم که هر کس بیاد بگه که نه ما با کبیری فلان پول پیشنهاد کردیم، مقام پیشنهاد کردیم. به من فقط از درباره ملت و وطن گپ زدن. من یک سوال کردم از عبیدالله، گفتم کی کفالت میدهد که امام علی رحمان فریب نمیکند؟ یعنی همون حس یک کمتر احتیاطکاری من از همون اول هم بود، از پس معلوم میشد. کی کفالت میدهد که رحمان فریب نمیکند؟ ما رو فریب نمیکنید. عبیدالله در جواب یک چیز گفت، حالا بیاد تکرار کند همین حرفش رو. گفت مگر من مردم که امام علی رحمان از بالای مرده من مگر اینکه پایش رو ماند و گذرد؟ ما هم جوانمرد هستیم، ما هم وجدان داریم، ایمان داریم. مگر من مردم؟ خب بیاد عبیدالله الان بیاد. حالا فهمیدم که پسر خودش رو هم از منصب گرفتند و باز راه رو پاک کرده ایستادن. خب حالا زنده است، خدا را شکر، خدا عمرش را 100 ساله کند، نمرده است. بیاد به ملت جواب بگید که کبیری رو فریب کرد. اتفاقا وقتی من برگشتم آمدم استاد همزدا رو دیدم، گفتم که همین خیر شد. استاد همزدا که عبیدالله ما رو هم دعوت کرد و دقیقاً همین حرف رو زد. خب حالا استاد همزاده از دنیا گذشتن، عبیدالله که زنده هست. مرحمت بیاد بگید که کبیری دروغ میگه. سوال من از عبیدالله، از ابراهیم عثمان، از داستیف این است و باقی میماند: آیا اینها هم فریب خوردن مثل ما، یا اینها هم جزئی فریب امام علی رحمان علیه ملت بودن؟ ما که اعتراف کردیم که فریب خوردیم، ما رو فریب کردن به خاطر همین ملت و دولت. و اون وقت کبیری نه از تجارت داشت نه منصب داشت. من سال این 99 بود یا چنده بود. خب ما رو فریب کردن یا ملت رو فریب کردن یا خودشون هم فریب خوردن؟ یعنی این ببینید دوستان عزیز، در سیاست کلان اعتراف